ورود آقایان ممنوع. سلام به خانمای قشنگ پیجم. 3 نکته خیلی مهم میخوام بهت بگم. این ویدیو جایزه داره. جایزش هم برای کسیه که چنل رو سابسکرایب داره و برام کامنت میذاره. حالا کامنت ها باید چه شکلی باشه؟ میتونید برام قلب کامنت بذارین و میتونید برام سوال هایی که ذهنتون رو درگیر کرده رو کامنت کنید، چون قراره توی پارت دوم این ویدیو به سوال هایی که زیر این کامنت ها شما مینویسید پاسخ میدم. حالا هدیه نقدی به چه صورته؟ دقیقاً از همون کامنت ها. هر کی کامنت های بیشتری گذاشته باشه و چنل رو سابسکرایب داشته باشه انتخاب میشه به غیر قرعه کشی هم توی همین ویدیو انجام میشه توی پارت دوم و بهش هدیه نقدی داده میشه. پس اگر تمایل داری، اگر دلت میخواد توی این قرعه کشی باشی و شانست رو امتحان کنی، حتما کامنت ها رو برام پر از قلب سفید و صورتی و سوال هایی که ذهنت رو درگیر کرده بذار. بریم سراغ انرژی خوانی. انرژی خوانی هم کلی هستش و قراره که به سوال‌هایی که معمولا تا امروز از من پرسیدیم و شاید وقت نشده راجبشون صحبت کنیم جواب بدم و مختصرا برای خانوم‌های قشنگ پیجم هستش. خیلی خوش اومدین. بریم نیت کنیم. ازتون میخوام انرژیاتون روی این کارتا بندازین و از انرژی نور و کائنات میخوام که امروز توی این تاروت خوانی کنار ما باشن و اینکه ببینیم چه انرژیایی برای شما خانم ها هست و به سوالهای ذهنتون پاسخ بدیم. اول یه کلیتی میخوام بگیرم، یعنی یه فال میگیرم. در انتها هم یه فال بله خیر میگیرم. اگر نیتی داری نمیدونی که مثلا جوابش آره هست یا نه، آخر این ویدیو کارت میکشم و جوابش رو بهت میگم. و امروز کلا به سوالهای خیلی مهمی قراره جواب بدیم. مطمئن باش که سورپرایزهای زیادی برات همراهه، چه توی این ویدیو چه توی پارت دومش. پس تا انتها همراه من باش، بدون که ارزش دیدن رو داره. نیت کنید. میخوام با خودتون شروع کنم. یه فال بگیرم، کارت بکشم برای خودتون، ببینم که اوضاع چطوریه و بعدش دونه دونه کارت بکشیم، به سوالهای جزئی تر هم پاسخ بدیم. نیت کنید. الان میخوام روی خودتون تمرکز کنید. نفس عمیق بکشید. خب، به به، چه انرژی خوانی جذابی شد و چه شروع جذابی داره. بذارید ببینم تاروت چی داره برامون. بله، خوب. انرژیایی که من دریافت کردم از تاروت، شروعش با آس جام بود برای شما. احساس میکنم نیت‌های عشقی و عاطفیتون خیلی شاید زیاد باشه و سوالاتون بیشتر در حول محور نیت‌های عاطفی و احساسی بچرخه، چون با کارت جام آغاز شد و در ادامه میپردازیم به سوالهای شما. اول از همه کارت آس جام رو داشتیم ما اینجا که دارم میبینم اگر توی روابط احساسیت مشکلاتی به وجود اومده، احساس میکنم یک اختلافی، یک دگرگونی الان توی رابطت داری احساس میکنی، یک تشویش، یک ناآرامی که یکم ذهن تو رو درگیر کرده و باعث شده شاید یکم عقب بکشی، دور وایسی و از اون رویاهای قشنگی که در رابطه با اون رابطه داشتی فاصله بگیری. اینجا من فاصله گرفتن تو دارم میبینم. یکم دچار انزوا شدی، یکم انگاری داری فکر میکنی خدایا من کجای راه و اشتباه رفتم، چی کار کردم که الان داره یکم اوضاع اینطوری بد پیش میره. خب این احساس رو من اینجا گرفتم و حس میکنم یکم مثلا اگر میری مهمونی خوشحالی، برمیگردی تو خونت میری تو خودت، یا شاید گریه میکنی یا شاید ناراحتی های نابجا داری. احساس میکنم وضعیت جسمانیتونم یک مقدار الان ناآروم هست. حالا مثلا شاید پرخوری های عصبی، کمخوری های عصبی، بیخوابی ها، خوابی که ناآروم باشه و اینکه بخوای به خودت اهمیت ندی یا این انرژی کمتر شده باشه درونت وجود داره، چون ذهنت درگیر مسائل روزمره و مهمتری شده. ازت میخوام که یکم بیشتر هوای خودت رو داشته باشی، هم روی تغذیه هم روی مسائل جسمی و فیزیکی. حالا شده یک پیاده روی، یک ورزش، یوگا یا هر چیزی که بتونه یکم ذهنت رو جمع جور کنه، آروم کنه، بتونی تصمیم درست رو بگیری.
اینجا برات افتاده و باید انجامش بدی. یعنی بیشتر دارم میبینم باید به فیزیکت، به جسمت اهمیت بدی این روزها. یک رابطه رو داره نشون میده. میگم خانم و آقایی که اینجا با هم هستن یا اینجا کنار همدیگه قرار دارن، رابطهشون به دگرگونی کشیده شده و اون رابطه قشنگی که با همدیگه بودین، زوج بودین، باعث شده که آقا حالا یا ترک کنه رابطه رو یا خانم بخواد اصلا تنها باشه، جدا بشه و اینجا خانم رو میبینیم که ترجیح داده الان یک مقدار سکوت کنه و اگر کنار کشیده کار درستی انجام داده، یکم داره به خودش فکر میکنه. ولی اگر توی رابطه هستش که یک سری حال بدی‌ها رو داره تجربه میکنه، بهتر است یک مقدار فاصله بگیره و کلا یک جدایی بین خانم و آقا رو داره اینجا نشون میده. دگرگونی که بین خانم و آقا جدایی انداخته، میتونه از سمت دوست پسرت یا همسرت یا هر پارتنری که حالا دارین، رابطه رسمی یا تعهدی که همطوری بینتون هست. جدایی رو من اینجا دارم میبینم. نیاز هست که واقعا به خودت بیشتر اهمیت بدی. احساس میکردم قبلا یکم حال و هوات بهتر بود، الان یکم اون ناآرومی رو دارم درونت میبینم. حالا اگه دوست داری میتونی خودت بهم بگی چی باعث شده که این اتفاقا بیفته. حتما سوالاتو تو کامنت ها بپرسا. پارت دوم این ویدیو با سوالهایی که تو میپرسی، میخوام به تک تک سوالها جواب بدم. خب این از وضعیت تو. ببین شرایط زندگیت اوکیه، احساس میکنم خودت رو درگیر مسائلی کردی که میتونی بهشون فکر نکنی، ولی تصمیمت اینه که خودت رو درگیر کنی با این موضوعهایی که هست. اگر واقعا آدم‌های مهمی نیستن، رابطه در حدیه که مثلا رسمی نیست، ازدواج نیست و میتونی واقعا خودت رو از دست یک سری از آدما نجات بدی، این کار رو انجام بده. و اگر احساس میکنی که حالا توی یک موقعیتی هستی که واقعا نمیشه ازش خارج شد، ازدواج، تعهد، سعی کنی راه حل بهتری پیدا کنی، تمرکزتو بذاری روی خودت، با اون شخص بیشتر صحبت کنی و هر کاری که از دستت برمیاد رو انجام بدی. ولی خب الان میبینم که احساس کردی که تلاشات بیفایده است، گریه‌هات بیفایده است، ناراحتیات بیفایده است و کنار کشیدی و یا بهتره که کنار بکشی. این شرح حال شما بود. برای یک سریاتون هم میبینم روی یک شخصی کراش هستین و منتظرید، چشم انتظار این هستین که یه نفر بخواد، یعنی اون کسی که دوستش دارین بخواد یک حرکتی، یک تکونی بخوره و به سمت شما حرکت کنه و بخواد حالا در رابطه باهات صحبت کنه. این انرژی هست، انرژی حرکت و دگرگونی و من کلا دارم میگم و کلا دارم میبینم از سمت آقایون. ببین چون دقیقاً این دگرگونی سمت آقاه، ببین سمت آقای رابطه است. این دوتا زوجی هستن که دگرگونی های سمت آقا اتفاق افتاده و خانم ناراحته. اینو داره به هم نشون میده. اگر کراش هستی، انرژی حرکت هست، یعنی ممکنه یک پیشنهادی رو دریافت بکنی توی 4 وعده آینده. ازت میخوام بهش فکر کنی، ببینی که آیا آدم درستی رو واقعا انتخاب کردی. این آدمی که روش کراشی انرژی حرکت به سمت تو رو داره، اینجا افتاده. برای دوستای عزیزم که کراش هستن، یکم بیشتر راجبش فکر کن و ببین ارزشش رو داره بخوای یه رابطه رو شروع کنی، یا اینکه مثلا باید یکم بیشتر فکر کنی، یکم بیشتر خودتو بشناسی، موقعیت رو بررسی کنی، ببینی اصلا آینده‌ای وجود داره با این آدم برای تو، یا قراره یه چیز سطحی باشه، یه چیزی باشه که چند ماه باشه و بعدش دیگه کلا از بین بره و حال بعدی برات بمونه. ان شاءالله که اینطور نباشه، ولی نیاز هست که یکم بیشتر فکر کنی راجع به کسی که قراره به سمتت بیاد و بهت پیشنهاد بده، برای کسایی که کراشید روی یک شخصی. و اینجا چون الان آدم‌های مختلفی دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، من حالت‌های مختلف رو میگم و انرژی اون چیزی که بهت مرتبط میشه رو بپذیر. بیام از این دک هم کارت بکشم براتون، ببینم انرژی‌های این دک چطوره. ببین واقعا الان دارم تو رو توی دوره میبینم که واقعا باید روی ذهنت کار کنی، روی ذهنت کار کنی. ببین کارتا پشت سر هم دارن اینو میگن، روی ذهن خودت کار کنی، روی سوال هایی که ذهن تو رو درگیر کرده
بیشتر تمرکز کنی و اگر نیاز هست رابطه تو با آدمای قطع رابطه کنی، این کار رو انجام بده. انرژی منفی که دور و برت احساس میکنی از سمت آدما، مجبور نیستی، واقعا مجبور نیستی هر کسی رو توی زندگیت بیاری، هر کسی رو تحمل کنی. این پاکسازی رو سعی کن انجام بده و دور و برت آدمهایی رو نگه دار که میدونی اگه یه روز توی سختی بمونی، این آدما تو رو کمکت میکنن، باعث پیشرفت تو میشن، باعث میشن دست تو بگیرن از اون سختی بیرون بیا. نه آدمایی که منتظرن به چاه بیفتی، منتظرن بدتر زندگیت سخت پیش بره که بخوان خوشحال بشن از این بابت. پس چیزی که برات افتاده، تأکیدی که داره، اون ترس و ناراحتی هات رو یا یه جاهایی که مجبور به انتخاب هستی رو با آگاهی این کار رو انجام بده، خودآگاهی رو به دست بیار و اگر نیاز هست که بخوای برای خودت، برای اینکه تجدید قوا کنی، روحیت بالا بره، حالت خوب بشه، کاری انجام بده. این کار میتونه مسافرت باشه، این کار میتونه ورزش باشه، یوگا باشه همونطور که گفتم، یا هر ورزشی که بهش علاقه داری، یا میتونه پاکسازی انرژی‌های منفی باشه. وقتی که احساس میکنی که مثلا خستگی روحی و جسمی زیادی داری، حالا روشی که من میتونم به توصیه کنم انجامش بدی، یک سطل آب نمک، میتونی پات رو توی یک سطل آب نمک بذاری 1 ربع الی نیم ساعت، این کار رو انجام بدی، واقعا خستگی های جسمیت، خستگی های روحیت با اون آب نمک خارج میشه از بدنت و احساس خوب رو تجربه میکنی. به توصیه میکنم یه بار این کار رو انجام بدی و نتیجهش رو بهم بگی، چون مطمئنم نتیجه خوبی میگیری. برای یک سریاتون ممکنه یه آدم بهتون پیشنهاد داده باشه، پیشنهاد جدی، مثلا پیشنهاد ازدواج، نیاز هست که راجع به این موضوع بیشتر فکر کنی، تحقیق کنی و حالا از اطرافیانش، از دوستاش، از خانوادهش بیشتر بپرسی و میگم اگر لازم هستش هر کاری که کنی، اون آدمی که قراره وارد زندگیت بشه رو بسنج و با دقت انتخاب کن. و برای یک سریاتون هم که رابطه هاتون کات شده، میخوام کارت بکشم و ببینم که حالا اینجا چون یک کات شدن رو داره به هم نشون میده، یک قیچی و یک انزوا از سمت تو، یعنی که بری تو لاک خودت ناراحت باشی، یه همچین انرژی رو اینجا داره به هم نشون میده. ممکنه سر دوراهی خیلیاتون گیر کرده باشین و ندونین که تصمیم درست چیه، به سمتش حرکت کنم نکنم، خودش قراره بیاد. به همه این سوالات پاسخ میدم. دوباره میگم کسایی که اول ویدیو رو ندیدن، اگر سوالی داری توی کامنت ها بپرس، این کامنت ها جایزه داره، جایزش هم نقدیه و قراره توی ویدیوی بعدی قرعه کشی کنیم توی پارت دوم این ویدیو و جایزه نقدی رو به شما بدیم. پس اگر سوالی توی ذهنت هست بپرس، کامنت بذار، هر کی کامنت بیشتری بذاره سابسکرایب کنه، جایزه رو دریافت میکنه. و اینکه میبینم که رابطه خیلیاتون ممکنه قیچی شده باشه یا میگم دوچاره یک بالا پایینی شده باشه. برای رابطه های کات دوباره میخوام کارت بکشم. دختره قشنگم، بریم کارت بکشم ببینم. نمیخوام اینا رو جمع کنم، اول میخوام با رابطه هایی که کات شده شروع کنم. همراه من باشین، به همه سوال هاتون پاسخ میدم، نگران نباشین. اگر چیزی از قلم افتاد توی کامنت ها بپرسین، ویدیوی بعدی حتما جواب تک تکشون رو میدم. کارت ها بمونه اینجا. خب دوستای قشنگم که کاتن، ببینیم اون آدم الان تو چه وضعیتی هستش. آیا احساس خوبی داره؟ اجازه بدین یه کارت افتاد من برش دارم. خب کارتی که افتادو براتون میذارم. این شخص الان احساس میکنم یا یه کاری رو شروع کرده، مثلا در رابطه با مسائل مالیش، یا ذهنش درگیر مسائل مالی هست، یعنی الان پول براش تو اولویته. خب طبق کارتی که کشیدم الان مسائل مالی ذهن این آدم رو به شدت درگیر کرده، کسی که باش کات کردی. و اینکه بیشتر داره سعی میکنه یکم روی خودش، روی محیط زندگیش تغییراتی رو ایجاد کنه. نیاز داره که قلبش رو ترمیم کنه، یعنی احساس میکنم ته دلش خالی شده و شاید اون احساس خوشایند رو دیگه تجربه نمیکنه و داره تلاش میکنه. حالا این تلاشش رو من باز کارت میکشم ببینم در چه موردیه. آیا در رابطه با کیس جدیده یا در رابطه با اینه که بخواد به سمت تو قدمی برداره و جام احساسش خالیه و برای این جام داره تلاش میکنه. نیاز داره که احساساتش پر بشه. مسائل مالی توی زندگیش پررنگ هست ولی تلاش میکنه قلبی که
الان سرشار از ناراحتی است رو پر کنه و تلاش‌های احساسی رو من اینجا دارم میبینم. ببینم این تلاش‌های احساسی در راستای چه موردی هست. این شخصی که باهاش کات کردی یا شخصی که الان شخصی که الان باهاش به مشکل خوردی، احساس میکنم توی فکرش این مورد هست که بخواد قدم احساسی به سمت تو برداره. حالا یک پیام، یک زنگ، یک تلفن، چون این آدم تو رو یک جورایی محرم روح خودش احساس میکنه و احساس میکنه ببین داره میاد جلو. بذار کارتا رو دقیق بهت نشون بدم که اینجوری بیشتر ارتباط برقرار کنی. اینجا آدمی رو داره نشون میده که احساسات جام احساسش خالیه و داره نگاه میکنه با حسرت به روزهایی که از دستش رفته. اینجا هم داره آدمی رو نشون میده که داره تلاش میکنه و داره حرکت میکنه، پادشاه جام، و داره حرکت میکنه با اسب سفید به سمت احساس، به سمت ترمیم قلبش و آرام شدن روحش. و اینجا داره با 2 جام آقا و خانومی رو نشون میده که دارن برای عشقشون تلاش میکنن، احساساتشون رو با هم دیگه به اشتراک میگذارن و اینکه این عشق هم خیلی پاک و مقدسه، عشق خیلی انرژیش قویه. اینجا دارم یک حرکت رو از سمتش احساس میکنم. این حرکت میتونه تا 6 وعده آینده باشه و خیلی هم یعنی دست پر بیاد جلو، بیاد راجع به یک سری مسائل حرف بزنه و نمیپیچونه، مستقیما شاید راجع به همون مسائل احساسی بخواد حرف بزنه. چی شد، چرا اینطوری شد، چرا به هم زدیم، ما که اوکی بودیم، یا بگه مثلا زنگ زدم حالت رو بپرسم ببینم داری چی کار میکنی برای رابطه‌های کات شده. پس این انرژی جفت و جور شدن براتون هست و این آدم در واقع ذهنش درگیر شما هستش و داره بهت فکر میکنه. هرچند که تو الان ممکنه که حتی وقتی برگردم پسش بزنی و بگی نمیخوام، اما دارم میبینم ته دل دوستش داری و ته دل اون هم انرژی عشق براتون وجود داره. الهی که این حرکت خیلی زودتر اتفاق بیفته و رابطتون به نتیجه های خوبی برسه. و بریم سراغ رابطه هایی که مشکل دارن، رابطه هایی که کات نیستن ولی مشکلات درونشون وجود داره. ببینم برای شما انرژی به چه شکله. مشکل داره کسایی که رابطهشون سرد و گرم شده، بالا پایین شده. ببینم که رابطه ها به چه شکله. این فال جامع و کامله و همه شماها رو در بر میگیره. سعی میکنم به همه سوالهای احساسیتون پاسخ بدم و نذارم هیچ چیزی باقی بمونه. تو هم اینجا دلشکستگی رو داری میبینی مثل من؟ ببینم کارت واضحه براتون. دلت شکسته و شاید کاری کردی و جوابش رو نگرفتی، یا برای رابطت خیلی زحمت کشیدی، ایده های خیلی خوبی توی سرت بوده ولی دلت شکسته و عقب کشیدی. ببین انرژی عقب کشیدن اینجا افتاده. اینجا هم دقیقاً هست آدمی که دیگه عقب کشیده. رابطه در گذشته خوب بوده، رابطه در گذشته قشنگ بوده، اتفاقاً روزهای خوبی رو تجربه کردین، خاطرات تلخ و شیرینی رو کنار هم گذروندین، اما الان رابطه سرد شده و یک دلشکستگی اتفاق افتاده. این رابطه‌ای که سرد شده، من از سمت خانوم چیز بدی نمیبینم. یعنی مثلا بخوام بگم خانوم مقصر بوده یا مشکل اصلی از خانوم بوده، واقعا اینجا اینطور نیست. نگاه کن، خانومی هستش که واقعا با کمالات، خانومی هستش که واقعا به فکر زندگی و خانوادهش هست. شاید مثلا در رابطه با دیگران اینطور نباشه ولی واقعا به اون رابطه‌ای که داشته، به اون زندگی که داشته پایبند بوده و اهمیت داشته براش. ولی الان کنار کشیده و فقط داره منتظر ببینه چه اتفاقی میفته. اینجا یک دلشکستگی رو دارم میبینم که از سمت آقا اتفاق افتاده و این آقا میتونه مثلا خیلی درگیر خونه و زندگی نباشه، مثلا حالا اگه با هم ازدواج کردین، یا توی خرج دادن مشکل ایجاد کنه،
میگم خرجی تو نده یا بخواد احساساتش رو واقعا به پاد نریزه، هر مشکلی، ببین اینجا جام‌هایی می‌بینی که با مشکلات مختلفی روبروه، میتونه اتفاق افتاده باشه یا کاری کرده دلت رو شکسته، حرفی زده دلت رو شکسته و اینجا الان تو ازش رنجیده خاطر هستی. این اتفاق تا 2 وعده آینده یکم بهتر پیش میره و بهبود رو دارم میبینم. آقایی که ناراحتت کرده، دلت رو شکسته، ازش رنجیدی، حالا به هر دلیلی، ببین دلیلش واضح نیست، دلایل مختلفی میتونه باشه برای هر کدومتون، دروغ باشه، خیانت باشه یا یک دلشکستگی جزئی و سطحی باشه از سمت خانواده‌اش باشه یا هر چیزی. خب در کل دلشکستگی برای تو افتاده. تا 2 وعده آینده یک جهش از سمت آقا هست و یک قدمی برای اوکی تر شدن این رابطه برمی‌داره و حس میکنم که یک برنامه برات داره. اینطوری نیست که بگم اونم بی خیاله و اینا، یه چیزایی ازش میشنوی، یه حرفایی ازش میشنوی، ممکنه بخواد خیلی چیزا رو درست کنه، ممکنه حتی برنامه‌اش چیز دیگه ای باشه، اما برنامه هست، فکر هست. دلم میخواد کارت بکشم ببینم آیا تاروت جواب میده که برنامه این آقا تا 2 وعده آینده برای شما چیه، برای این رابطه چیه، آشتیه، خیر، خوبیه یا برنامه‌های دیگه است برای کسایی که مشکل دارن توی رابطه‌شون. ببین این آقا هم، حالا کسی که پارتنرته، همسرته و مرد زندگیته، خودش هم ناآرامی‌های زیادی توی زندگیش داره و احساس میکنم توی یک جنگی که بخواد براش پیروز بشه، نیاز داره که یک پیروزی رو کسب کنه یا شاید مسئله‌ای داره که باید توش موفق بشه، مسئله‌ای داره که ذهنش رو درگیر کرده و احساس میکنم با اطرافیانش یکم تو جنگه. حالا این جنگه میتونه به خاطر شخصیت، مدل شخصیتیش باشه که مثلا بپره به همه، یا میتونه واقعا یک جنگی باشه که بخواد بر سر مسائل مالی باشه با محیط کارش، یا بخواد خانوادگی باشه با افراد خانوادهش یا حتی با تو، ولی دارم اینجا میبینم که میخواد بجنگه و یک چیزهایی رو باید به دست بیاره. اونم یکم صبر کرده و دلش میخواد یک حالا مثلا یک چیزی از سمت تو ببینه، یعنی مثلا یک کاری بکنی. ببین همونقدر، دقیقا همونقدر که تو ذهنت ناآرومه، همونقدر که تو داری فکر میکنی اونم همینجوریه. حالا شاید برای تو با این دل شکستگی هم همراه باشه. مثلا ببین دقیقاً کارتی که نشون دهنده دل شکستگی بود برای تو شاید یکم شدیدتر باشه این حس. حالا روحیه لطیف تری داری، خانوم هستی به هر حال، شاید اتفاق برای تو سخت‌تر بوده، ولی دارم میبینم که اگر الان قدمی برنمی داره یکم منتظر ببینه تو چی کار میکنی، واکنش‌های تو رو بسنجه و میخواد ببینه تو چی کار میکنی، دقیقاً هدفت، برنامه تو چیه، طبق اون جلو بیاد. یا شاید هم خراب کرده میترسه بیاد جلو بخواد درستش کنه. این انرژی هم دارم میگیرم، ولی نگاهش به سمت تو هست، نگاهش به کسی که شخصی که تو باشی هست. ببین داره نگات میکنه و یک جورایی من حسرت خوردن رو دارم میبینم. ببین نگاهاشو میبینی چقدر به سمت تو، این نشون میده که واقعا توی فکر و ذهنش هستی و واقعا دلش میخواد یه برنامه بریزه و از این حالت در بیاره اوضاع رو. به نظر من فعلا زیاد مثلا پیامک یا اینکه بخوای خیلی راجع به این موضوع صحبت کنی یا تو پیش قدم بشی و کنار بذار خودش به نتیجه هایی برسه. وقتی خودش به نتیجه برسه، وقتی خودش قول و قرار رو باهات بذاره، بیشتر پایبند میمونه بهش تا اینکه تو مثلا بخوای بگی بیا فلان کارو کنیم، بیا رابطمون رو اینطوری پیش ببریم، این کارو کنیم. این بدتر خراب میکنه. اجازه بده این شمع بیارم اینور. بله، این خراب میکنه اوضاع رو. بذار خودش به نتیجه، به یک جنبندی برسه و خودش برنامه بچینه. میگم وقتی خودش یه قولی رو بهت بده بیشتر بهش پایبند میمونه تا اینکه به اصرار تو باشه این موضوع. خب بریم برای اونایی که کراش دارن. آماده این؟ اینجا دیگه جذاب میشه. کسی که روش کراش داری، کسی که داری بهش فکر میکنی، میخوام ببینم آیا قدمی به سمتت بر میداره. شخصی که روش کراشی، همیشه این موضوع جذاب و دلخواه من هستش.
کسی که روش کراش داری، آقایی که روش کراش داری، کی هستش و قدمش چیه؟ اوه، چه آدم حرفه‌ایه. واقعا احساس میکنم توی کارش خیلی آدم موفقی میتونه باشه، خیلی کاربلده و تو رو شیفته خودش کرده، از پس هر چیزی برمیاد و اینکه واقعا نیازهای تو رو برآورده میکنه. اصلا روحت انگاری توی آرامش قرار میگیره با این آدم حرف میزنی، انگاری مثلا همیشه دلت می‌خواستی همچین آدمی رو توی زندگیت ببینی. نگاه کردن به این آدم بهت آرامش میده. این آدم موقعیت اجتماعیش موقعیت خوبی میتونه باشه. با این آدم میتونی توی یک مهمونی، توی محیط خانواده و توی محیط مهمونی دوستانه هم حتی آشنا شده باشی، یا حتی میتونه توی یک محیط کاری هم باشه. و ببین چون سکه افتاده و نشون دهنده پول، میتونه مربوط به محیط کاری باشه یا اینکه مثلا راجع به یک مسئله پولی با هم در ارتباط باشین، همکار باشین. همچین انرژی هست براتون. آس شمشیر افتاده. اگر بذارین کارت بعدی رو بکشم. اگر احساس میکنی که این شمشیره باعث ناراحتی تو شده، یعنی مثلا این آدم باعث ناراحتی تو شده، بدون واقعا به خواسته خودش نیست، الان یکم توی زندگیش درگیر مسائلی که باید اونها رو حل کنه. ببین جالبه، یه فال کراشم که کشیدم براتون، ویدیوشو براتون میذارم، دقیقاً این انرژی اونجا هم وجود داشت که این آدم واقعا یه سری مسائلی رو باید حل کنه و این آدم شاید آدمی هستش که به خاطر کارش یا به خاطر موقعیت زندگیش یک فاصله با تو داره یا باید یک فاصله رو طی کنه، بره بیاد. خب و نیاز هست که یک مسئله رو توی ذهن خودش حل کنه و الان تو به خاطر حالتهای اون آدم یکم احساس میکنی که محدود شدی، ناراحت شدی، با اینکه استعدادهای زیادی داری، با اینکه توانمندی‌های زیادی داری، اما از اونها درست استفاده نمی‌کنی و رمق رفته از زندگی. شاید پیشنهادهای خیلی خوبی داشته باشی، اما به خاطر اینکه ببینی این آدم میاد یا نمیاد یا چی کار میکنه، پیشنهادها رو رد کنی. یا شاید آدم‌های حالا توی زندگیت باشن، تو رابطه هم باشی، ولی چشت همچنان به این آدم است، چون آدمو قدرتمند میدونی. این آدمو کسی میدونی که توانایی‌های زیاد داره. این آدمو همون کسی میدونی که انگار از بچگی منتظر اومدنش بودی و حس میکنی توی تقدیرت هست که بخوای این آدم رو ببینی. جالبه چقدر انرژی‌ها واقعا پایدار بودن تو این چند روز. کارت دیگری بکشم براتون برای کسایی که کراش هستین. احساس میکنم این آدم به یک جدایی، مثلا یه مدته که نمیبینیش، یا شاید یک فاصله بینتون اتفاق افتاده. فاصله میتونه مکانی باشه، مثلا اول خیلی چشم تو چشم میشدین، الان دیگه نگاهش رو بدزده. یه همچین انرژی برای یک سریاتون هست، یا برای مثلا میتونه این باشه که برای یک سریاتون هم شاید برعکس این باشه. ولی خب انرژی این که بخواد الان یکم این آدم خودشو بگیره، خودش مثلا فاصله بگیره و چشم تو چشم فقط در حد یه نگاه باشه و دیگه بیشتر از اون پیش نرید هم وجود داره. بله، در نهایت تو رو دارم اینجا میبینم، خانومی رو دارم اینجا میبینم. چقدر واقعا انرژی های تاروت قشنگن. با هر کارتی که میکشم انرژی مثبتش به هم منتقل میشه. خانومی رو دارم اینجا میبینم که افسار رابطه رو به دست گرفته، تونسته که آدمی که دوستش داره رو رام کنه. پس امید داشته باش و اینکه میدونم که با این آدم یک سری ارتباط ها برات شکل میگیره، اتفاقهایی میفته که خوشاینده و میتونی بهش مسلط بشی، میتونی عشق رو کنارش احساس کنی و چه بسا میتونی آدم رو رام خودت کنی با صمیمیتت، محبتت، آرامشی که داری، امنیتی که براش ایجاد میکنی و احساس خوبی که با تو توی رابطه داره. اون هم توجهش بهت جلب میشه یا حتی شده و فقط اجازه بده مشکلاتش رو که حل کنه، موقعیت مناسب که پیدا کنه، این حرکت به سمتت اتفاق میفته و میتونی افسار رابطه رو حتی به دستت بگیری. انقدر توی این رابطه میتونی قدرتمند باشی و میتونی رامش کنی. دیگه بالاتر از این چیزی ندارم بهت بگم. خود انرژی کارت رو دریافت کن. الهی آمین. الهی که به هر کسی که دوست داری برسی، انرژی عشق رو توی زندگیت احساس کنی. بازم میگم اگر سوالی دارین، اگر
فکری ذهنتون رو درگیر کرده، سوالی ذهنتون رو درگیر کرده، توی کامنت ها ازم بپرسین. توی پارت دوم این ویدیو قراره به سوالاتتون پاسخ بدم و گفتم کامنت ها هم جایزه دارن، جایزش نقدیه و هر کسی که کامنت بیشتری بذاره سابسکرایب کنه قرعه کشی میکنم و توی ویدیوی بعدی جایزه رو بهتون میدم. خب اینم در رابطه با کراش. یک دوستی ازم پرسیده بود آیا مهاجرت دارم. بذارید برای اونم کارت بکشم و ببینم آیا حالا شما یا همون دوست عزیزمون که الان شاید این ویدیو رو ببینیم، میخوام ببینم مهاجرت براتون اتفاق میفته. آیا مهاجرت اتفاق میفته؟ مهاجرت جابجایی از مسائل اساسی که بیرون بیایم باید به مسائل روزمره زندگی خودمون، به مسائلی که مربوط به مهاجرت، کاری، مالی همیشه بپردازیم دیگه. خانما نمیذارم این سوالی توی ذهنتون باقی بمونه، هر چیزی که هست ازم بپرسین. خب ببین برای این مهاجرت کردنه خیلی داری بهش فکر میکنی. اوه جالبه، خیلی داری بهش فکر میکنی و احساس میکنم یک مقدار شاید به خاطرش توی مشکلات مالی هم باشی. مثلا شاید مسائل مالی اوکی نشده باشه یا مسائل کارایی این که بخوای مهاجرت کنی، بری حرکت کنی، شاید یک مقدار مثلا کند پیش بره و مسائل مالی هم میتونه جزوشون باشه. فکرایی که مثلا ندونی بعدن قراره چی بشه، اگه از اینجا بری چی میشه، یکم اینجور حالتایی توی ذهنت هست و میگم پول، مسئله مالی هم برات مشکل ساز بوده و هست و نیاز هستش که بابتش حتی یه سری اقداماتی رو انجام بدی، با یک سریایی که این کار رو انجام دادن هم مشورت کنی. من اینجا دارم میبینم اقداماتی رو هم انجام دادی به خاطر شاید مثلا چند بار براش اقدام کردی و برنامه هات به هم خورده، نشده، نتونستی اون کار رو انجام بدی و موقعیت پیش نیامده که بخوای مهاجرت کنی. اما نگران نباش، درست میشه. کارت اینجا کارتی افتاده که نشون دهنده معجزه هستش و نمیتونم کارت رو دقیق نشونت بدم، ولی آخرین کارتی که اومد بعد همه اون ناامیدی هات، این مهاجرت رو من دارم برات میبینم عزیزم و اینکه امیدوارم الان اینجا باشی و جواب سوالت رو گرفته باشی. مهاجرت برات اتفاق میفته، مسیر رو نگاه نکن چقدر سخته، آخرش معجزه واره، آخرش همونی میشه که دلت میخواد و همون حرکت کردن، همون تلاشات نتیجهش رو میبینی و مهاجرت برات اتفاق میفته. خب نیت کاری مالی اگر دارید همراه بشید باها. بذارید دیگه اینا رو جمع کنم، یه نیت کاری مالی بگیرم براتون و بعدش یه نیت بله خیر هم داریم. نیت میکنی من بهت میگم آره اتفاق میفته یا نه باید منتظر باشی و به چه دلیل. خب نیت کاری مالی برای قشنگای دلم، عزیزای دلم که الان دارین این ویدیو رو میبینین، دخترها، خانمای با ارزش، ببینم مسائل کاری مالی قراره براتون چگونه پیش بره. امیدوارم بعد دیدن این فال جواب همه سوالهای ذهنت رو گرفته باشی. اگه تا الان سابسکرایب نکردی، کامنت نذاشتی، این کار رو انجام بده که توی ویدیوی بعدی قراره قرعه کشی کنیم و جایزه نقدی بدیم به کسی که کامنت گذاشته، بیشترین کامنت رو گذاشته و سابسکرایب کرده. خب نیت کاری و مالی، مسائل مالی قرار چطور براتون پیش بره؟ احساس میکنم تا الان توی مسائل مالی ممکنه که
یه سری مثلا مال رو از دست داده باشی یا سرمایه گذاری کردی روی کاری نشده یا ایده‌ای داشتی عملی نشده و احساس تنگی دارم میبینم، یعنی بستگی دارم میبینم توی این مسئله مالیت. برای خیلیاتون گشایش اتفاق میفته. به چه صورت؟ به اینکه مثلا شاید با یک آقایی رو ازدواج کنی، یک آقایی سر راهت قرار بگیره، میتونه مثلا همسر باشه، به عنوان یک ازدواج باشه، یک پارتنر باشه، کسی که بیاد این مشکل رو برات حل کنه، یعنی تو رو بالا بکشه، خودش غنی باشه، بتونه تو رو هم غنی کنه. خب این انرژی هست براتون از نظر مالی. یا یک موقعیت کاری از سمت یک آقا برات اتفاق بیفته که باعث بشه تو مثلا زندگیت زیر و رو بشه، یا یک کار جدیدی که حالت اونجا خیلی بهتر باشه، انرژیش هست. هرچند که اینم مسیر سختی رو طی کردی، دگرگونی های زیادی برات اتفاق افتاده توی این مسیر و بالا پایین هم داشتی، اما انرژی این که بخواد مثلا موقعیتی پیش بیاد توسط یک شخصی بخواد همه چی اوکی کنه، یک کاری بهت بده، یک پیشنهادی بهت بده، یا ازدواج کنی، مشکل مالیت بخواد با ازدواج حل بشه، انرژیش برات هست. یا اگر مثلا توی محیط کارت هستی، رئیست بخواد واقعا اونجور که لایقش هستی باهات رفتار کنه، حق و حقوقی بهت داده بشه، هست. انرژیش اینجا هست و دارم میبینم خیر و برکت، رزق و روزی قراره به زندگیت بیاد. هرچند بازم میگم مسیر سختی رو شاید طی کرده باشه، اما آخرش خوب و قشنگه. پس نگران مسائل مالی نباش. اگر پولی رو از دست دادی، به دست میگیری، دوباره به دستت میرسه و از این خبر خوشنود میشی. کلا شادی رو دارم برات میبینم، خوشحالی رو دارم برات میبینم. هرچند که غم زیادی رو شاید کشیدی و فکرت خیلی درگیر بوده، اما در انتها این مسئله خیلی خوب قراره برات پیش بره و باز هم ما اینجا وعده 6 رو داریم. اگر دوست داری بدونی کی میشه دقیقاً، ولی وعده 6 میتونه برات کارساز باشه. اگر ایده توی سرت هست، اگر مثلا میخوای با کسی شراکتی انجام بدی، یا حالا اون شریک میتونه فامیل باشه، عضو خانوادت باشه، یا حالا دوست باشه، یکم تو کسی که میخوای باش شراکت کنی هم دقت کن. احساس میکنم این آدم یکم ناامنه، نمیشه کامل بهش اعتماد کرد. حواست به این آدم باشه و بدون با چه کسایی داری شراکت میکنی، با چه کسایی داری کار میکنی و اینکه دقیقاً اعتمادت رو توی مسائل مالی و کاری به چه کسی میبندی. این آقایی که گفتم میتونه بیاد و بهت یک پیشنهاد خوبی بده، خودش از جایگاه بالایی برخورداره و خودش کسی هستش که دستش میره دست تو رو هم میگیره. الهی آمین. امیدوار باش به این موضوع. امیدوارم که تا الان جواب همه سوالهاتون رو گرفته باشین. فقط الان میخوام یه انرژی خوانی دیگه انجام بدم که دیگه قشنگ امروزمون رو تکمیل کنه. شما نیت میکنید، من میگم آره یا نه. هر چیزی که توی دلت داره میگذره، هر چیزی که فکرت رو درگیر کرده، هر چی، نیتت مالی، کاری، عشقی، هر چی که هست، نیت کن. من بگم اتفاق میفته یا نه. میتونه نیتت باشه آیا برمیگرده، آیا حالم خوب میشه، آیا جواب یک آزمونی دادم جوابش به نفعم تموم میشه، آیا دادگاهی دارم به نفعم تموم میشه. من میگم آره یا نه. هر سوالی توی ذهنت داری بپرس، بگو، نیت کن و جوابش رو بگیر. چهار تا کارت میشینم اینجا. ببین کدومش رو بیشتر دوست داری، کدومش بهت احساس خوبی میده. بذارید یکی دیگه هم بذارم، دلم خواست که یکی دیگه هم باشه. قشنگ به کارتا نگاه کن، ببین از کدوم احساس خوبی میگیری. نیت کن، جواب نیتتو پشت این کارت پنهانه. من بهت میگم که قراره جوابت بله باشه یا خیر. نیت کردی، بهت فرصت میدم. انرژیاتو بنداز اینجا. امروز قراره با انرژی نور، با انرژی طبیعت این انرژی خوانی رو به پایان برسونیم. نیت کنید، کارت مورد نظر رو انتخاب کنید.
کارت 1، کارت 2، کارت 3، 4 و 5. کدوم انتخاب کردی؟ تو کامنت ها بهم بگو ببینم کدوم کارت رو انتخاب کردی، ببینم تا انتها همراه من بودی و یار با وفای خودم رو بشناسم. خب کارت اول دارم برات میبینم که جوابش این هستش که یکم نیاز به زمان داره. فکری که توی سرته نیاز به زمان داره و یک سری چیزها برات حل میشه، یعنی اون اتفاق برات میفته. کارت مثبتیه، کارت منفی نیستش، اما نیاز هست یک زمانی رو طی کنه تا به نتیجه برسه. پس یکم صبوری کن، یکم منتظر بمون و به انرژی کائنات اعتماد داشته باش. جواب تو بله هستش ولی نیاز به زمان داره. گروه 2، اگر نیتت احساسی هستش، دارم میبینم جام احساست پر میشه و کسی که منتظرشی به سمتت میاد و یک جهش، یک حرکت رو برات میبینم. اگر مریضی داری شفا پیدا میکنه، اگر دلت شکسته التیام پیدا میکنه و جواب نیت تو بله هستش. کارت مثبت و زیبایی برات افتاده. گروه 3، بله، جواب بله هستش. دختر قشنگم، خانم نازنینم، جواب نیتت بله هستش. بله که با خیر و برکت برات همراهه. نیت کاری مالی داری خیلی خوب افتاده، نیت بارداری داری، جواب بله هستش. و نیت های احساسیت هم دارم میبینم به چشم کسی که دوستش داری بسیار زیبا، خوشایند و دلربا میای و جواب نیتت بله هستش. کارت 4، بله، جواب شما هم بله هستش. به یک رضایتمندی احساسی و مالی میرسی و خیلی همچین پشتت پر میشه و قشنگ احساس عمیق رضایتمندی رو در درون خودت احساس میکنی. جوابت بله هستش. نگران هیچ چیز نباش، همه چی درست میشه. و کارت آخر، متاسفانه جواب شما نه هستش. خیلی حواست رو جمع کن بابت نیتی که انجام دادی. حالا نمیدونم خوبه بد، هر چی که هست، آدمی که روش نیت کردی آدم ممکنه که مورد اعتمادی نباشه، آدمی باشه که قصد سوء استفاده‌ای داشته باشه ازت، یا کلا حالا توی مسائل کاری و مالی نیاز هست که یکم بیشتر دقت کنی، بیشتر حواست رو جمع کنی. توی هر کاری که میخوای انجام بدی یکم بیشتر حواست رو جمع کن. اگه جوانب رو بسنجی، حواست رو جمع کنی، خطر ازت رفع میشه. ولی اگر روی یک آدمی نیت کردی، آدم درستی من اینجا نمیبینم. آدمی نیستش که بخواد تو رو به اون نیازی که داری، تو رو به اون انتظاری که داری برسونه. خب امیدوارم که جواب نیت هاتون رو هم گرفته باشین. برای بار آخر میخوام بگم کامنت ها جایزه داره. هر کی که کامنت بیشتری بذاره، هر کی که لایک کنه، سابسکرایب کنه و انرژیش رو با هم همسو کنه. منتظر پارت دوم این ویدیو باشین. سوالهایی که توی کامنت ها میپرسین و توی پارت 2 بهتون جواب میدم. خیلی دوستتون دارم، خیلی خوشحالم که خانمای قشنگم تا اینجای این ویدیو همراه من بودین. تا یک انرژی خانی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.